یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که پس زندگی نامه رونالدو کی تموم میشه؟ واقعیتش من از شما بیشتر مشتاقم که این نقاشی رو زودتر تمومش کنم، ولی از اونجایی که رونالدو زندگی پرپیچ و خمی داره، حداقل تا زمانی که داره فوتبال بازی میکنه فکر نمی‌کنم بتونم این نقاشی‌ها رو تمومش کنم. الانم که زرد بلند شد رفت آمریکا و تمام برنامه‌های منو به هم ریخت. چرا؟ چون این کره زمینی که من طراحی کرده بودم جوری بود که تمام کشورهایی که تو تیماشون بازی کرده بود روی این قسمت از نقشه دیده میشد. حالا آمریکا کجاست؟ آمریکا پشتش به ماست. و منم توی این نقاشی و توی این اپ نمیتونم کره زمین رو بچرخونم که این سفر مهمش با آمریکا رو توی این طراحی‌ها بیارم. حالا یه ایده‌ای به ذهنم رسید. یه بنده خدایی یه زمانی خواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه. منم اومدم چیکار کردم؟ اسپایدرمنشون رو گرفتم از برج میلاد، اینجوری آویزون با چوغای بختیاری به نام خودمون کردم. اون بنده خدایی هم که دارم ازش حرف میزنم تو سفرش به عربستان این کار کرده بود. اونجا هم که رفت گفت خب رونالدو که موقعیت خوبی داره، خوبه یه سرم برم خونه اون. ولی از اونجایی که دید خیلی زشت میشه گفت خوبه بگم اون بیاد خونه من. و این ایده به ذهنم رسید که این سفر رونالدو رو بکنم تو چش این دوستمون. لحظه خدافظی هم که داره با رونالدو دست میده بهش میگه تو چی میگی همیشه؟ اینم گفته چی؟ اینجا هم این خواسته همون کارو بکنه، گفته چی؟ حالا یه ایده دیگه هم به ذهنم رسید که چی دارن موقع خدافظی به هم میگن، چون یه کلید تو کاخ سفید بهش هدیه داد و میتونه اینم گفته باشه. کلید قلبمو دادم بهت، گم نکنی سر به هوای من، هر خور و خسی رو بردبین نگیری به جای من. حالا ایده دیگه ای هم به ذهن شما رسید برام کامنت کنین. اینم از این، تا ویدیوی بعد، بای بای.